شیطنت مولانا. در پنجره باندستای خلقی امینی بودم که با استفاده از امکانات بهتر نوشت و خوان راجع به سرنوشت نامعلوم دوستیم عریضه نوشتم. قلم و کاغذ در دسترس بود، اما داشتن آنها خلاف مقررات زندان بود. بنابراین هر گونه نوشتن باید با احتیاط و به صورت پنهان از چشم جاسوسان صورت می گرفت و یادداشت‌ها نیز باید در جای مخفی یا به اصطلاح زندان جاسازی می شدند. با وجود همه احتیاط در اتاقی که حدود 100 نفر در آن جا داشتند، نوشتن پنهانی یک ورق کاغذ کار آسانی نبود. من که مترصد وضع بودم، با اندکترین احساس خطر سیاه‌نویس عریضه‌ام را پنهان می کردم. مولانا که متوجه نوشته کردنهایم شده بود، بار خود را به من رساند. چون در لحظه‌ای که سر رسید قلم و کاغذ نزدم نبود و نمی نوشتم، فضولانه پرسید: چه می نوشتی؟ گفتم هیچ. فردای همان روز سرباز نامم را خواند و مرا به دفتر خواد برد. یکی از کارمندان تنها نشسته بود. زندانی ها می گفتند که او از چاریکار است و به این شعبه تازه مقرر شده است. نخستین باری بود که با او مقابل می شدم. خشمگین به نظر نمی رسید. چیزهای پرسید که خارج از موضوع بود. بعد وارد قضیه شد و گفت: من اطلاع دارم که تو در اتاق مضامین سیاسی می نویسی. گفتم کدام سندی داری؟ پاسخ داد: راپور داریم. گفتم هر که این راپورها را به شما رسانده دروغ گفته. گفت: من علم غیب ندارم، از دل خودم چیزی نمی گویم. تا که راپور نباشه کسی را طلب هم نمی کنم. از داخل پنجره تان این راپور آوردن. گفتم راپور ثبوت داره یا نه؟ مکس کوتاهی کرد و پرسید: در این یکی دو روز چیزی نوشته کردی؟ گفتم: یک عریضه راجع به بی سرنوشتیم نوشته کردیم که تا هنوز پاک نویس نشده است. کاغذ را از جیبم بیرون کردم و نشانش دادم. خادیست متعجبانه به طرف کاغذ نگاه کرد و با شتاب آن را خواند. لحظاتی به فکر فرو رفت. تبسم خفیفی روی لبانش پدیدار گشت. فهمیدم که گپ درباره همین کاغذ است. دیگر چیزی از من نپرسید. گپ‌های بی ربطی بر زبان آورد و مرا با نرمی رخصت کرد. وقتی به پنجره برگشتم، مولانا آمد و با بی‌حیایی سبب بیرون رفتنم را پرسید. مادرندیش نفرت انگیز بود. با خنجر نگاه هم چشمانش را نشانه گرفتم. مردمان نیز توانند سخن گفت به چشم. چشمانش تاب جنگیدن نداشت. می خواستم جوابش را بدهم، اما به یاد شاملوی بزرگ افتادم که گفته بود: سکوت سرشار از ناگفته هاست. مولانا چون بودنی بگیل سر به زیر انداخت و از میدان گریخت. چه بجا گفتند: خلایق هرچه لایق. دستگاه خلقت برای مولانا کوچکی و زبونی بخشیده بود. جای خفاشک کور ویرانه هاست، او را با اوجها چه کار؟ مولانا که خود را سرپرست ریاست خاد یک ولایت می خواند، آنقدر کوچک و ذلیل بود که راپور غلط به اداره خاد زندان می برد. تعلق داشتن به حزب دموکراتیک خلق به معنای تهی شدن از اوصاف انسانی نیست. البته بودند کسانی که با این اوصاف یکسره ودا گفته و اعمالی را مرتکب شدند که از هیچ حیوان سر نزده است. من در زندان پلچرخی با شماری از خادیستای زندانی همسلول بودم. تعدادی از آنها در درون زندان
آرام در جای خود می نشستند و تن به جاسوسی نمی دادند. در اینجا قصد ندارم اعمال خوب یا بد خارج از زندان خادیستا و اعضای حزب را داوری کنم. فقط رفتار داخل زندانشان مطمع نظرم است. یک مورد را در اینجا تذکر می دهم. در یکی از اتاقهای زندان یکی از زندانی ها که پرچمی بود و حشمت نام داشت نزدیک چپرکت من جای گرفته بود. جوان خوش قیافه و هوشیار به نظر می رسید. در جایش می نشست و در کار زندانیان مداخله نمی کرد. عثمان رستار ترکی، استاد فاکولته حقوق دانشگاه کابل و رفیق همدوسیش دکتر محمد حسن کاکل، استاد تاریخ پانتون کابل نیز با ما در یک اتاق به سر می بردند. روزی استاد کاکل دچار ناراحتی دلپیچه شد. دم دروازه رفت و از پیردار خواهش تشناب رفتن کرد. سرباز به درخواستش لبیک نگفت. خیلی ناراحت شد. وقتی به جایش برگشت با عصبانیت دشنام غلیظی داده گفت. او نقطه منظورش ببر کارمل بود. هر روز در تلویزیون دم از حقوق بشر میزنه، عسکرش دروازه را برای تشناب باز نمی کنه. حشمت نزدیک او نشسته بود. من اشارت کردم تا استاد کاکل را بفهمانم که حشمت سخنش را می شنود. حشمت نه تنها که سخن او را شنید، اشارت مرا هم دید. فکر کردم واکنش شدیدی نشان خواهد داد و از رهبر خود به دفاع برخواهد خواست. اما او این کار را نکرد و گفت استاد حقیقت میگو. صوفی محمد شنا و 3 تن از رفقای سازمانیش را نیز به همین اتاق باندیستا آوردم. آقای شنا رهبر کارگران جوان افغانستان یا کمونیست های جوان افغانستان کجا بود که در پنجشیر تولد یافته و فعالیت های سیاسیش را در شهر کابل و چند ولایت دیگر را انداخته بود. این سازمان یکی از شاخه های جدا شده از حزب خلق می باشد. موضع‌گیری کجا در برابر دولت شوروی از موضع‌گیری حزب خلق تفاوت چندانی نداشت. اینکه چرا اعضا و رهبر این سازمان را در زندان انداختند معلومات موثقی ندارم. حزب دموکراتیک خلق در زمان قدرتش نه تنها با دشمنانش در نزاع بود که به متحدینش نیز چنگ و دندان نشان میداد. من با آقای شنا و چند تن از یاران سازمانی و صحبت‌هایی داشتم، ولی بیشتر با استاد مزرابشاه رویین که عضو برجسته این سازمان و فرد شناخته شده در ولایت پروان و کاپیسا بود در تماس بودم. استاد مزرابشاه از قول آقای شنا می گفت که ما به زودی قدرت می گیریم. دلم به سادگی او می سوخت. می گفتم روسا سر شما را به دبی خشک چرب می کنند تا از سایه مغناطیسیشان دور نشی. به این وعده های تخالی دل نبندی. عیف شما که دنبال روی این سیاست مزخرف هستی. احترام من به مزرابشاه از این سبب بود که او پس از کودتای ثور برای مدت عضو کمیته ولایتی پروان مقرر شده بود. زنده‌یاد ملنگ عمار یار عبدالمجید کلکانی هنوز مخفی نشده بود. خود عمار قصه کرد که من در نزدیکی ولسوالی جبل سراج پیاده روان بودم. موتر جیپ روسی در کنارم توقف کرد. فکر کردم مرا دزگیر میکنه. قصد فرار داشتم که مزرابشاه خان نیرویین از موتر پیاده شد و با وارخطایی از من خواست که داخل موتر برم. وقتی داخل موتر ششتم موتر حرکت کرد و مزرابشاه گفت ملنگ جان ایجا چه میکنی؟ در کمیته ولایتی پروان درباره تو گپ زده شده.
تو را دستگیر میکنند. ملنگ گفت مضراب شاه مرا از ساحه ولسوالی دور برد و در گوشه پیاده کرد و گفت حال تو میدانی و کارت. مضراب شاه انسان شریف و بیازاری بود و به تمامی روشنفکران احترام میگذاشت. نامزدش را حزب اسلامی گلبدین ترور کرده بود و خودش با فقر و تنگدستی زندگی میکرد. پس از رهایی از زندان به دیدنش رفتم. در خانه برادرش در منطقه خواجه بغرای کابل در یک حویلی کلوخی زندگی میکرد. بسیار شکسته و ناامید یافتمش. از صوفی شنا هم بریده بود و رفقایش هم او را رها کرده بودند. تک و تنها در آتش فقر و بیماری میسوخت. اعراض مختلف بیماری فلج او را زمینگیر کرده بود و پول دارو و درمان را نداشت. از گذشته هایش اظهار پشیمانی کرد و یادآور شد که سخنانی که من در زندان برایش گفته بودم همه اش درست از آب برآمد. چند بعد چراغ زندگیش خاموش شد. روحش شاد. مرگ عبدالقیوم رهبر. در اتاق باندیست ها بودم که تلویزیون دولتی دو خبر اندوهبار را پخش کرد. این دو خبر در دو زمان متفاوت مانند گرز گوسار بر مغزم فرود آمد. هیچ چیزی به اندازه شنیدن خبر مرگ عزیزان دردناک نیست. وقتی مرگ رفیق راحت را میشنوی تیر پشتت درز برمی دارد. هر رفیقی که می رود جایش خالی می ماند. ولی مرگ شخصیت های محوری جنبش همانند فرو ریختن ستون های یک ساختمان است. وقتی زندانی سیاسی خود را پشت میله های زندان می بیند تمام امیدهایش رفقای بیرون از زندان او هستند. ما نیز یارانی را که در بیرون از زندان مبارزه می کردند شهسواران راه و اندیشه خود می شمردیم. ادامه راه و رسم مبارزاتی من را در حرکت و قدمهای خجسته آنان جستجو می کردیم. ما زندانی ها باور داشتیم که چراغ و پلته آرمان آزادی ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در وجود همین یاران زنده خواهد ماند. از دید زندانی ها مرگ تنها پایان زندگی فیزیکی به حساب می آمد. بنابراین ترس ما از مرگ خود ما نه بلکه از مرگ راه و آرمان ما بود. هر رفیقی را که به یاد می آوردیم دلهای ما لبریز از شادی می شد و خاطر ما تسلی می یافت. کوتاه این که زندانی متعهد یک آرزو داشت و آن این که وقتی کشته شوم صلاح رزم مرا رفیقی دیگری بردارد. یار گرامی و زندان دیدم که مانند من مشقت‌های زیادی را در شکنجهگاه‌های حزب و دولت دموکراتیک خلق از سر گذشتانده است. استاد فاروق فارانی زمانی در کوته‌قلفی‌های صدارت گفته معروف چکوارا در این مورد را چنین زیبا بیان شعری داده بود: ندارم باک هر جا مرگ می آید به جنگ من و هر جا می کند خاموش این آوای چنگ من، به شرط آن که گوشی بشنود فریاد رزمم را و دست پیش گردد باز بردارد تفنگ من. من نیز این امید را در دل پرورانده بودم. با هزاران اندوه که در همین اتاق باندیست ها بودم که کشته شدن دکتر میر فخرالدین را شنیدم و ترور دکتر عبدالقیوم رهبر را. دکتر فخرالدین انسان توانمندی بود که می توانست تشکیلات ضربت خورده ساما را بازسازی کند. حیف که به مراد نرسید و پس از رهایی از زندان به طور مرموزی به وسیله عمال دولتی ترور شد. از صلاحیت فکری و ایثارگری عبدالقیوم رهبر برادر عبدالمجید کلکانی چه بگویم؟ سرخی خونش گواه روشن بر ایثارگری اوست.
من فقط یک شب به پای صحبت آن فرزانه مرد نشستم و بیشترین او را از طریق خواندن نوشته‌هایش و قصه های یارانی که سالها با او هم نشین و همراه بودند می شناسم. برای شناخت ساختار فکری رهبر هیچ چیزی به اندازه نوشته‌هایش گویا نیست. از او آثار ارزشمندی به یادگار مانده است که بازتاب اندیشه ها و شخصیت آن شهید بزرگوار می باشند. سالها بعد در دلو 1385 مقاله به مناسبت سال روز شهادت رهبر زیر عنوان به یاد او که می گفت ما در غیبت خود حضور داریم نوشتم و در سایت های اینترنتی گفتمان و رهروان اقبال نشر یافت. در اینجا از آن مقاله نقل می کنم. از طریق اعضای دستگیر شده ساما اطلاع گرفتم که رهبر در پاکستان اقامت گزیده است. دلم گواهی بد داد و یک نوع ناراحتی در دلم لا نکرد. با عده از یاران پشت میله ها پیرامون موضوع تبصره هایی کردیم. یاران دربند تشویششان را پنهان نکردند. میاد حبس یکی از اعضای سازمان که عمرش طولانی باد تکمیل می شد. ضمن پیام ها و سفارشاتی که برای همرزمان داشتم یکی هم دلنگرانیم از حضور عبدالقیوم رهبر در کشور پاکستان بود. تجربه تلخ زندگی این را به من یاد داده بود که به قول مردم هرگاه در شیر سوخته باشی آب را پف پف کرده بنوش و این دلواپسی هر دم مرا مثل خوره می خورد. ماه دلو سال 1368 خورشیدی بود. اتفاقاً باز هم در بلاک دوم با طرفداران حفیظ الله امین هم اتاقی بودم. تلویزیون کابل اخبار را پخش می کرد. خبر ترور دکتر قیوم در پشاور پاکستان خوانده شد. من در داخل اتاق قدم می زدم. با وجود این که مشخص نکردند کدام دکتر قیوم، با مجرد شنیدن این خبر دلم گواهی بد داد. زانوهایم قات شد و پاهایم سستی کرد. مثل این که روانم از وقوع حادثه شومی خبر شده بود. یکی از هم‌اتاقی ها علت پریشان حالیم را پرسید. نمیدانم چطور شد که از گفتن حقیقت انکار نتوانستم. او گفت نه اینطور نیست. این دکتر قیوم شخص دیگه است. ولی ناقراری رهایم نکرد تا آن که روز ملاقاتی فامیل ها فرا رسید. تصمیم بر آن شد که این خبر را ثقه بسازم. راهی دیگری نبود مگر این که از یکی از افراد خواهش کنم تا حقیقت موضوع را از پایوازش بپرسد. تا آمدنش پای به پای می پیچیدم و روده هایم قلم قلم شد. وقتی برگشت به سویش دویدم و جویای حقیقت شدم. او گفت گپ همونطور بود که تو فکر کردی. و به همین ترتیب خبر شدم که عبدالقیوم رهبر به تاریخ 7 دلو 1368 خورشیدی در منطقه حیات آباد پشاور پاکستان در اثر یک حمله پلان شده تروریستی به جاودانگی رسید. مرگ عبدالقیوم رهبر حادثه کوچکی نبود که غم آن سبک باشد. اهمیت کار و حضور او را می دانستم. کوه مصیبت بر شانه های لرزانم سنگینی می کرد. محلی برای گریستن جستجو کردم. آخر آدم بیچاره غیر از گریستن چه می تواند بکند؟ چشم گریت چو دل مرد بود ناشادان. جای مناسب تری از گوشه اتاق نیافتم. کمپل را بر رویم انداختم و دریای اشک جاری ساختم. یاد عبدالقیوم رهبر گرامی باد. این کوتاه غزل از زنده یاد
عبدالقیوم رهبر است. دلم هوای تپیدن به بوستان دارد، تپش برای بنای یک آشیان دارد. قبول رنج و خطر در ره مراد خوش است، که راه عشق تکاپوی بی امان دارد. حدیث خلوتیان را به رمز و ایما گو، کتاب عشق تو صد پیر نکته‌دان دارد. شهید راه تو صد بلبل هزار دستان، که آرزوی تپیدن به گلستان دارد. عذاب سوختنم را صبا چه می داند، هزار داغ دل لاله بی نشان دارد. تمام شوق وجودم حباب رنگین است، ببین که بحر سکوتم چه داستان دارد. بسوز دفتر پرمدعای بی دردان، که بی زبانی ما یک جهان زبان دارد. بهار می رسد آخر به شاخسار امید، چه نقش پنجه یغماگر خزان دارد. نرست آن که به درگاه ظلم سجده نمود، نیاز درگه دردی کشان امان دارد. مپرس سر بقایم که قلب پرتبشم، به قدر هر نفسش عمر جاودان دارد. لطفاً به کلیپ بعدی مراجعه فرمایید.